دای شریفه مادر جانباخته رامین حسین پناهی از ناپدید شدگان قهری حکومتی که توسط حکومت اعدام شده و پیکرش را به خانواده‌اش تاکنون تحویل نداده‌اند، مراتب اعتراض خود را با انتشار عکسی از خود به همراه نوشته‌ای چنین ابراز داشته بود: ژیان را از ژینا گرفتید، چه در مرز چه در پایتخت جان ما را میگیرید. باشد روزی که ما برخیزیم. ساعت 8 صبح به وقت آرامستان آیچی سقز بر جمعیت افراد حاضر در آیچی لحظه به لحظه افسوده می شود. مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور و خواندن سرودهای کردی مراتب انزجار خود را از رژیم دیکتاتور نشان می دهند. خشم و نفرت مردم از سرود سرکوب شده 10 ساله ملت کرد اینک در فریادهایشان متبلور گردیده و شعار ژنجیان آزادی بر آسمان شهر سقز طنین انداز شده است. پس از مراسم خاکسپاری ژینای کردستان، سیل خشمگین مردم با شعار ژنجیان آزادی به سمت فرمانداری حرکت می کند. ترس و واهمه حاکمیت از خشم مردم کرد تا حدی بود که رژیم را وادار کرد تمام محورهای منتهی به سقز را مسدود نماید. تجمع مردم سقز در برابر فرمانداری با پاره کردن تصاویر خامنه‌ای و طنین انداز شدن فریاد مرگ بر دیکتاتور جرقه انقلابی را رقم زد که لرزه بر پیکر بزرگترین دیکتاتوری خاورمیانه انداخت و خواب از چشم سیاه‌دلان تهران و جماران تاراند. انگار مردم انقلابی به این باور رسیدند که یک بار برای همیشه این باید آخرین دیکتاتوری باشد